کی گفته اسلام ضد شادیه؟ انسان مؤمن شادترینه. اسلام دینی است و آیینی است که بر لبخند و تبسم تو صورت برادر و خواهر صدقه میده، صدقه حساب کرده و حسنات میده. تبسم و فی وجه اخیک صدقه، لبخند تو صورت برادر و خواهر صدقه است. تو مناطق خودمون عروسی تبدیل به بار و کاباره شده. 4 تا جوان بی مسئولیت عروسی، جشن شب نطفه بندی نسل آینده، شب تکوین نطفه، تو جشن عفت و پاکدامنی نهایت بی عفتی چه رخ خواهد داد. خدا و رسول خدا و روحانیت رو قبول دارن؟